مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم زنه میگه که منم تویی وای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که راجع به پشت پرده های پنهان و اطلاعات جدیدی که از مرگ مشکوک خانم آزاده نامداری به دستمون رسیده به شما بگیم، راجع به پشت پرده هاش صحبت بکنیم. خیلی پیام اومده بود که آقا بالاخره این فوت یا خودکشی خانم آزاده نامداری به کجا رسید و از اون طرف طلای گریزی هم به فوت خانم زهره فکورصبور هم خواهیم زد. سری اطلاعات به دستمون رسید که اگر برسیم در انتهای این ویدیو به شما خواهیم گفت. پارسال توی همین هولوهوش، یا بهتر بگم که حالا همین هولوهوش که نه، یک سال و تقریبا 20 روز میگذره از این قضیه، در تاریخ 7 فروردین سال 1400 در همون اواخر شب یه خبری در رسانه ها منتشر شده بود که خانم آزاده نامداری در منزل شخصی خودش در سعادت آباد تهران خودکشی کرد. به خبری که همین الان به دستم رسید توجه بکنید. لحظاتی پیش خبر درگذشت مجری سابق تلویزیون آزاده نامداری منتشر شد. بنابر شنیده ها پیکر بیجان این مجری در منزلش در شهرک غرب تهران پیدا شده. تاکنون جزئیات بیشتری از دلیل فوت وی در دسترس نیست. و این خبر رو محمد شهریاری بازپرس ویژه پرونده هم بهش اشاره کرد، اما جزئیات پرونده رو هیچ وقت نگفته بودن و در همون ابتدا موضوع قتل خانم آزاده نامداری در رسانه ها مطرح شده بود و بعد از اون هم موضوع خودکشی ایشون و هر هفته و هر روزی که از این قضیه میگذشت خبرهای ضد و نقیض و متفاوتی منتشر میشد. یه روز نتایج کالبد شکافی اعلام نمیکردن، یه روز میگفتن قرص خورده، یه روز میگفتن توی خونش مواد بوده و خلاصه هر روز مسئولان و افرادی که درگیر این پرونده بودن یک مصاحبه درست حسابی نمیکردن با رسانه ها راجع به این قضیه صحبت بکنن. حالا اطلاعات جدیدی به دست ما رسیده که شاید با شنیدن این اطلاعات شوکه بشید و هر روزی که از این قضیه میگذره تیکه‌های این پازل کنار همدیگه جفت میشه و خبر رو تکمیل‌تر میکنه و خیلی خبر خودکشی خانم آزاده نامداری در رسانه ها پیچید. اون موقع ماجرام از این قرار بودش که ساعت 7:30 7 فروردین ماه عنوان شده بود که سجاد عبادی همسر خانم آزاده نامداری، یا بهتر بگم همسر دوم خانم آزاده نامداری، اومد و اونجوری که در خبرها در روزهای بعد عنوان شده بود گفته بود که من نگران آزاده نامداری شده بودم. یه چند ساعتی توجه بکنید، یه چند ساعتی ازش خبر نداشتم و صبح اون روز هم گویا جواب تلفن من رو نمیداد. پدر و مادر آزاده رو و پدر مادر خودم رو در جریان قرار دادم و رفتن خونه و متاسفانه با پیکر بیجان خانم آزاده نامداری روبرو شدن. این در حالیه که پزشکی قانونی میگه که لحظه‌ای که ما پیکر یا اون جسد خانم آزاده نامداری رو پیدا کردیم 48 ساعت از فوتش میگذشته. یعنی اگر ساعت 7:30 7 فروردین ماه رو زمان اعلام این خبر بدونیم، 48 ساعت قبلش میشه 2 روز قبلش، یعنی 5 فروردین ماه ایشون فوت کرده بوده و این با حرفهای آقای سجاد عبادی در ضد و نقیض هستش که میگفته من از صبح اون روز ازش بیخبر بودم. بعد از اون اومدن گفتن که توی نتایج کالبد شکافی خانم آزاده نامداری داروهای ضد افسردگی و قرص‌های ضد افسردگی پیدا شده و حتی توی خونه خانم آزاده نامداری هم این قرص‌ها بوده. بعد از اون اومدن گفتن که نه اصلا ایشون داروی ضد افسردگی مصرف نمی‌کرده، ایشون یه مقداری حالا خدا رحمتش هم بکنه یک سری چیزا حل می‌کرده و می‌خورده و می‌کشید و گل و مول این چیزا، کوکائین صحبت‌ها که دوست صمیمیش و رفیق شقایق دهقان هم باهاش بوده و اون با هم دیگه حسابی این کار رو انجام میدادن. بعد از اون آقای سجاد عبادی اومد و
گفتش که بله ما هیچ اختلافی با همدیگه نداشتیم و من یکی دو روز از ایشون با خبر نبودم، یعنی صبح اون روز شد یکی دو روز. باز این قضیه یه مقداری بودارتر شد. مردم گفتن بابا بیاد بگید آقا اصل قضیه چی هستش. محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران باز اومد با رسانه ها مصاحبه کرد، با بخش خبری 23 مصاحبه کرد، با چند تا از خبرگزاری ها مصاحبه کرد و گفتش که ما تو خونه خانم آزاده نامداری یه دونه وصیت‌نامه پیدا کردیم و یک حلالیت و یه چیزی حالا شبیه وصیت‌نامه که با دختر خودش خداحافظی کرده بوده و وقتی که SMS ها و پرینت SMS ها رو ما چک کردیم متوجه شدیم که یک اختلافاتی بین سجاد عبادی و خانم آزاده نامداری وجود داشته. یه پله وقتی میریم عقب‌تر نشانه های دیگر رو که میبینیم متوجه میشیم که چند ماه قبلش خانم آزاده نامداری حتی گویا باردار بوده و حالا به چه دلیل بچهش افتاده یا بچه بوده این هم باز یه مقداری در رسانه ها منتشر شد، اما خبرگزاری ها و حتی پزشکی قانونی به این قضیه اشاره نکردن. حالا شاید به خاطر بعد سیاسی این قضیه بوده، شاید به خاطر بعد فرهنگی این قضیه بوده، یا شاید هم به خاطر این بوده که خیلی ها به حال یاد نگیرن این قضیه، چون میدونید که خیلی از افراد وقتی باردار میشن افسردگی حین زایمان میگیرن و این خانم آزاده نامداری نشه براشون الگو اگر باردار شدن زرتی خودکشی بکنن یا به هر دلیلی بخوان خودکشی بکنن. یکی از دلایل هم میتونه این باشه. اما بعد از اون رسیدیم به مراسم 40 خانم آزاده نامداری که توی این مراسم آقای سجاد عبادی اومد و یه نکته‌ای رو گفت که اون نکته خیلی جالب نبود، یعنی یه مقداری عجیب و غریب بود و این هم نوشت که توی مراسم 40 اومد یه دونه بیانیه خوند و گفتش که روح الله زم از آزاده نامداری حلالیت طلبیده بوده. کاش 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 آن نامردمان نقابدار مجازی به اندازه روح الله زم شرافت داشتند که در شبهای قبل از اعدامش از تو حلالیت طلبید. روح الله زمی که خودش توی بند سیاسی بوده، پدر و مادرش نمیتونستن به زور روح الله زم رو ببینن، چجور اومده از آزاده نامداری حلالیت طلبیده. این هم در نوع خودش تو اون صحبت آقای سجاد عبادی یه مقداری مشکوک بود و یه مقداری اینطوری جرقه ها رو بیشتر کرد و بعد از اون حالا خبر رسیده که آقای سجاد عبادی در حال حاضر با قید وثیقه بیرون هستن و ممنوع الخروجن و مدام بازجویی میشن و در رفت و آمدن، چرا که نتایج پزشکی قانونی نشون داده که خانم آزاده نامداری درست چند ساعت بعد از انتشار آخرین ویدیوی خودش که تاریخ اول فروردین ماه سال 1400 برای تبریک عید بوده خودکشی کرده و جون خودش رو از دست داده، حالا یا خودکشی یا جون خودش رو از دست داده و 7 روز از فوت خانم آزاده نامداری میگذشته. سلام، صبح همسینه ما برای شما. عیدتون مبارک، سالتون مبارک، روزتون مبارک. سلام، سال نوتون مبارک باشه. به قول گندو اینم سفره هفت ما برای شما. امیدوارم که سال جدید برای هممون سالی پر از موفقیت، پر از خوشحالی، پر از رزق و روزی، پر از گشایش برای همه مردم باشه. منم مثل گندم دوستتون دارم و سال نوتون مبارک. نه 48 ساعتی که روزهای اول پزشکی قانونی گفته بوده، نه 5-6 ساعتی که خود سجاد عبادی میگفته، هرچند پزشکی قانونی همون دقایق اول پیش بینی خودش رو 48 ساعت قبل عنوان کرده بوده، تا جسد رو دیده بوده گفته بودن که صورتش قابل شناسایی نبوده. اما آخرین نتایج پزشکی قانونی نشون میده که تقریباً 6 یا 7 روز بهتره بگم از فوت خانم آزاده نامداری میگذشته که قبلا هم گفته بودم طوفانی از حاشیه‌ها رو با خودش یدک میکشیده. اختلافات زیادی با مجده لواسانی داشته. مجده لواسانی که حالا پرانتز هم اینجا باز بکنم، به هر حال این ویدیو بابی شد که با پسر یکی از نماینده‌های خانم مجلس دوست بوده، یعنی یه دونه نماینده مجلس خانم داشتیم که مجده لواسانی با اون دوست بوده و حسابی سایر مجرم ازش شاکی هم، میگن این چه مجری هستش که کلا کوبیده، ساخته، هر کاری میکنه نمیدونم برای خوش همه کاری میکنه و یه دونه هم چادر زده و اومده توی تلویزیون مدام توی شبکه‌های مختلف دارن بهش برنامه تلویزیونی میدن و قطعا هم حضور ایشون در تلویزیون
بی ربط به ارتباطات ایشون با یه سری از مدیران نیست. فقط حالا من یه کد بهتون دادم، خودتون برید در بیارید که خیلی هم اختلاف داشت با آزاده نامداری سر ماجرای فرزاد حسنی، چون مجید لواسانی به نوعی کراش داشت با فرزاد حسنی، می‌خواست با فرزاد حسنی ازدواج بکنه. بعد از اون آزاده نامداری اومد روی کار و اصطلاحاً آزاده نامداری بود. اینو گفتم چرا؟ چون اطلاعات جدیدتر رسیده به دستم، اونها هم بهتون میگم. که در 19 سالگی پا به تلویزیون گذاشتی و حسرت. خودت نوشته بودی که کل جوانی تو صرف تجربه آموزی کردی، با تمام وجود و توان تلاش کردی، وقت گذاشتی و درست در آغاز زمانه پختگی و اوج شکوفایی ممنوع شدی. 10 سال از بهترین لحظه ها و سالهای عمر تو با تمام توان و انرژی در رسانه ملی گذراندی، رشد کردی، بزرگ شدی، اما با چنان مکر و حیله‌ای تو را به قربانگاه فرستادند که نتیجه شد همه طعنه‌هایی که این سالها تحمل کردی. بگویم که در زمان ازدواجمان یا حتی بعدتر با بچه‌ای در شکم تا چه روزهایی درگیر دادگاه اون از خدا بی خبر بودیم. بگویم از آن یکی مجری بدلی که برای نبودنت ختم قرآن نذر کرده بود چه ها با تو کرد. بگویم از آن کارهایی که در مخیله کسی نمی گنجد ولی با دروغ و نیرنگ در حق تو انجام دادند. بگویم از آن مدیران ترسو که تک تکشان شاهد این همه بلایا بودن و در خلوت به ما حرف می زدن و عکسش رو عمل می کردن. و این اتفاقات باعث شد که در حال اختلاف پیش بیاد بین خانم مجده لواسانی و آزاده نامداری و بعد از اون دوستی مجده لواسانی با احسان علیخانی و باز هم حضور آزاده نامداری و دوستیش با احسان علیخانی. خلاصه هر جا که این آزاده نامداری بود با یک پسری دوست بود، مجده لواسانی هم اونجا بود. گاهی وقتا این جلوتر از اون بود، گاهی وقتا اون جلوتر از این و خلاصه یه حس حسادت زنانه و این چیزا این وسط بوده. و نکته‌ای که بوده این بوده که میگفتن که آخرین نفری هم که رفته تو خونه گویا یه پستچی بوده و یه عکسی، چند تا عکسی چیزی هم برده تحویل داده به خونه خانم آزاده نامداری. همسایه ها میگفتن. حالا اینا هم حالا قرار شده که اگر اطلاعات دقیق رسید دستم بهتون بگم. این ماجرای مجده لواسانی هم خودش هم داستانی داره. بعد یه روز کامل براتون ماجرای مجده لواسانی رو باز بکنم. قبلا هم توی یک ویدیو گفته بودم که اختلاف شدیدی داشت با فرزاد حسنی. حتی فرزاد حسنی اومد عکسای مجده لواسانی لخت ولی خب کات شده اومد تو استوری واتساپش گذاشت. اون موقع اصلا پیج اینستا نداشت. دعواشون شد. مجده لواسانی پدرش که دادگستری ارتباطاتی داره، اختلافاتشون بالا میگیره، شکایت کشی میشه. الان به حدی رسیده که فرزاد حسنی حتی اجازه نداره نام مجده لواسانی رو خودکارم افتاد نام مجده لواسانی رو بیاره و اختلافاتشون هر روز داره بالا میگیره. و حالا در حال حاضرم که فرزاد حسنی به خاطر همین نفوذ خانم مجده لواسانی تو صدا و سیما ممنوع التصویر انقدر از زیرا بشون اینور اونور زده. و نکته جالب هم هستش که ببین چقدر چرخ این دنیا عجیب و غریبه. سجاد عبادی که همسر اولش مهسا آبونگر بود اگر اشتباه نکنم، اومد به اون خیانت کرد، اومد روی زن اولش زن دوم گرفت. الان در حال حاضر زن دومش رفته اگر اشتباه نکنم کانادا و با یه شخصی که فکر کنم خلبانه ازدواج کرده. اون مسیرش سبز شد ولی مسیر سجاد عبادی تلخ شد و این اتفاقات براش افتاد. امیدوارم که موفق باشه. سر یک فرصت مناسب راجع به مجده لواسانی میگم، اختلافاتش با خانم آزاده نامداری و فرزاد حسنی و احسان علیخانی. راجع به زهره فکرسوارم گفتم که انتهای این ویدیو بگم که دیتاهای تلفن ایشون به دست من رسیده و مهران مهام گویا اطلاعات جدیدی به دست رسیده و موضوع از خودکشی الان به مرحله
یک جنایت هم رسیده، یه سری دیتاهای جدید اومده بیرون توی دادسرای جنایی پرونده برای خانم زهره فکورصبور باز شده. گویا SMS ها و پیام هایی به خانم زهره فکورصبور رسیده بوده که ایشون رو تهدید کرده بوده یه شخصی و از اون طرف بهش گفته بوده که اگر فلان کار رو برای من انجام ندی عکساتو پخش میکنم، حالا یا اصطلاحاً میکشم. این چیزا که توی دادسرای جنایی هم پرونده باز شده. موضوع خودکشی کلا رفته کنار. استفاده از مشروبات الکلی، داروهای اصطلاحاً یه دارو بود قبلا توی که ویدیو هم گفته بودم که برای عفونت استفاده می‌شده، این داروها گویا به هم دیگه نخورده بوده. خانم زهره فکورصبور اووردوز کرده بوده. همزمان حضور 4 تا مرد مختلف در پرونده خانم زهره فکورصبور دیده میشه که یه شخصی هم 24 ساعت قبل از فوت ایشون باهاش دیدار کرده بوده که دادسرای جنایی این شخص رو احضار کرده و گفته بود که آقا رابطت با خانم زهره فکورصبور چی هستش، که گفته بود آقا صیغه من هستش که این اتفاقات رو مهران مهام که شوهر رسمی ایشون هم بوده و البته زن دومش بوده و همزمان زن اول هم داشته مهران مهام، کاملا میدونه. حتی الان شرایط روحی مناسبی هم نداره. میتونن نزدیکان مهران مهام و کسانی که مدام این ور اون ور بیانیه میدادن و میگفتن که خانم زهره فکورصبور به خاطر افشاگری‌های امین فرهانی خودکشی کرده که اصلا موضوع خودکشی نبوده، یه زنگ بزنید به آقای مهران مهام بهتون خواهد گفت که ماجرای خودکشیش چی بوده که اصلا خودکشی در کار نبوده. و اومدن چون متوجه شدن که علت فوت هم مشروب بوده، خب بیان چی بگن توی مملکت اسلامی؟ بگن مثلا دخترمون زنمون مشروب خورده اووردوز کرده فوت کرده، ما بگیم خودکشی کرده، بهتر از هر چیز دیگه. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید برامون کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.